دکتر کجایی؟ با کوله پشتی زدم تو سر مقام عظمات، با این لباسای غیر جدی ارکان نظامو به لرزه در آوردن با 10 درجه در مقیاس ریشتر. دلواپس های بدبخت، اگه ارزه ندارین، زورتون نمیرسه خون بپا کنین، خون گریه کنین به این صحنه. اوه چه خبره؟ تا استودیو رو گذاشتی رو کلت. خب چی شده؟ چی نشده آقای دکتر؟ سرنوشت ما اینه، تو بدبختی نقش اول، تو خوشبختی فقط کتک خور. همه چی دست به دست هم داده تا نظام الهیمونو مفتضح کنه. دست به دعا هم که بعد داریم، دعا هم میخوره به پنجره، بعد کمونه میکنه میخوره به سقف، سقف خراب میشه رو سر خود اونای دکتر. آرامش خودتو زیر این آوار سقف حفظ کن. لودر استراتژیکی داره میاد کمکت که بیارتت بیرون. تو یه مقدمه مناسبی در فواید مهمون گرامی بگو تا بکشمت بیرون. آی دکتر، من اصلا حوصله مقدم و مؤخره ندارم، صاف میرم سر اصل موضوع. این دعوتی که از اروپایی کردیم که بیان تو تهران چه بود؟ چه دستاوردی برای نظام داشت؟ بردیم یا باختیم؟ چند شدیم؟ اگرم نمیتونی جواب بدی بگو خودم جواب بدم. بزن کنار نکس. مالون دیو جدول لاستیک و قلوه کن کردی انداختی بیرون. دهنت از شیر سوخته داری به دوغ فوت میکنی. نظام الهیت خراب شه. قول استراتژی رو بی‌معرفی ول نکنی وسط. فکر کردی من مقام عظمام که هر کی هر چی خواست بارش بکنه و جی کشم در نیاد. کار رسیده به جایی که شیخ فری هر روز هر ساعت تو سرش نوک میزنه، برای شاخشونه میکشه، اینا بین سیب زمینی میاد جوک تعریف میکنه. اگه یه بار دیگه با اینطوری حرف بزنی استودیو که سهله، نظام الهی رو کلت خراب میکنم. هر کاری خاصی بکن، ولی به مقام عظما از گل نازکتر نگو. تو خودت میدونی که من اگه با تو ناراحت میشم اینجوری حرف میزنم از رو دلسوزی برای نظام. آقای دکتر خودت میدونی که من مخلصتم. چی پس قاسی پسر خالم باشی؟ ناکس علی لاریجانی مشنگ باز زده به کادون. حکایت اون دزد شوتست که رفت بانک بزنه به جای گاف صندوق آب سردکن رو برداشت برد. این اومده یه هیئت دعوت کنه، اینا رو دعوت کرده که گلاب پاشید به سر تا پای عظما. میگن این هیئت خودجوش اومده، حالا شما میگین علی لاریجانی آورده؟ یعنی میخواین بگین که نظام اینقدر بی‌اعتباره که یه سفر دوزاری هم باید به دعوت رسمی باشه؟ آخه واسه چی کار ما میکنیم؟ یعنی اینایی که میان عیادت نظام وضعشون از نظام خرابتره. آقای دکتر عبوی همیشه میفهمودم از بهادر عرض میکردم، بله میفهمودن که یارو دست کشید روی آفتابه قدیمی، یه قولی ازش اومد بیرون، گفت سرور من، اینجوری هم کرده بود، گفت سرور من آرزوی خود را بگویید تا به چشم برهم زدنی اجابت کنم. یارو گفتش که یه خونه شیک و تر و تمیز میخوام تو نیاورون. قولم عصبانی شد، گفت مرد حسابی شعورت کجاست؟ من اگه خونه داشتم که تو آفتابه زندگی نمی کردم. آیا دکتر این قول منطقی حق داشته عصبانی بشه، چون درخواست غیر منطقی بوده. ولی ما مگه چی خواستیم؟ میگیم یه سفر دوزاری چرا باید نظامو بلرزونه، کارو به جای برسونه که کوچیک زاده به مطهری بگه نذارید دامادتون یعنی رئیس قوه مقننه نظام از این غلطا بکنه. خبرهای موثق داریم که درخواست کوبش کفگیر و ملاقه تو سر ایشون توسط صبیه محترم آقای مطهری روی میز اومده. اینطوری صحبت نکن در مورد کفگیر و علاقه که شأن خاص خودشونو دارن. مرحوم عبوی همیشه میفهمودن به زبان عرض میکردم، بله میفهمودن که مرام و همیشه از کفگیر یاد بگیر که به همه غذا میده ولی خودش چیزی نمیخوره. احسنت لازم احسنت. نکرده که تو به مرحوم عبوی بنده احسنت بدی. نه خیر، به کفگیر دادم. آها باشه. ملاقه هم که اصلا اجر و شأن خودشو داره. من کلی درس معرفت از ملاقه گرفتم تا الان. چیش مگه ملاقه معرفت داره؟ اونش دیگه به تو مربوط نیست، از هر کی دوست داشته باشم یاد میگیرم. دکتر معذرت میخوام، روم به دیوار شما هر جا گیر میکنین میگین به کسی مربوط نیست. دارم رابطه شما رو با ملاقه راستی آزمایی میکنم. مطابق پروتکل الحاقی من میتونم با شما به عنوان یک دانشمند استراتژیست نظام مصاحبه کنم. وانگهی شما به ملاقه و
کفگیر و غول آفتاب نشین التفات دارین، ولی به این استراتژیست کهنکار که میرسین کم لطفی میکنین. مثل این که من زودتر از شما گفتم که مقام عظما مثل شیشی تو گل گیر کرده. هنر نکردی که اینو هر کسی میتونه بفهمه، ولی اول من بودم که گفتم عظما تا بالای عمامش رفته تو باطلاق. من یه هفته قبلش پیش بینی کردم که پوز عظما میخوره به دیوار تحولات. نوارش هست. بحث پوز عظما رو روز اول من گفتم. اون موقع که شما هنوز تو بحث پس گردنه و کف گرگی بودین، من بحث پوز مبارکشون رو آوردم رو میز. برو بابا، رو میز آوردن پوز که هنر نیست. اونو که اول زد تو اون پوز که بود. چرا بحث رو میکشونی به اینجاها؟ اصلا بحث زدن پوز نیست. بحث زدن من و تو نزدیم. من جای دیگه زدم. مقام عظما رو خیلی بهتره. اگه اهل قصه نیستی ای شادی